مقامات تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از حضور بیش از 200 نورس تاجیک از جمله 91 دختر و 115 پسر در سوریه و عراق خبر دادند. رجب ماه بدرالدین و امبودسمن کودک در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع این کودکان در قلمروهای جنگ زده هستند، اما این طور نیست که همه‌شان در جنگ اشتراک کنند. و افزود همون 206 نفر پدر و مادرشون قتل رفتگی، این خیلی که در سامانه حاضر همه جو پنگ کردگی که اینو در جنگ سوریه و عراق شروع کرد سوریه با همراه پدر و مادرشون رفتگی مبالیغ. از این زیاد معلومات درمان نیست. در گزارش مقامات تاجیکستان به سازمان ملل متحد گفتن نشده است که تعداد نابالغان را در جنگ‌های خاورمیانه از چه طریق حساب کردند، ولی یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان گفت این رقم از روی نقل خانواده‌های به دست آمده است که فرزندان و نبیره‌هایشان در عراق و سوریه قرار دارند. اکثر شهروندان تاجیکستان در سوریه و عراق در وطن خود به پیروی از گروه تندروی دولت اسلامی متهم می‌شوند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز هفته گذشته اقرار کرد که بازگرداندن کودکان و زنان از سوریه و عراق کار ساده نیست. گلرو علیما و همسر یکی از جنگجویان تاجیک بعد مرگ شوهرش با 4 فرزند در خاورمیانه درماند. او قبلا در یک تماس تلفنی با مادرش میرنبی علیمووا گفته است که دختر و پسران خردسالش مال گروه دولت اسلامی اند و از این رو آنها را گذاشته رفتن نمیتواند. اشورما سیدعلی و ساکن ناحیه باختر ولایت ختلان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از مرگ برادرش محمد شریف در جنگ‌های سوریه 4 کودک او در این کشور خاورمیانه ماندند. یک از 2010 بود، یک 13 بود، یک 13 بود. ایسته با می نو کلاس تماما دیگه نه کودکش که زنگ میزنه نه خودش میتونه.